از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است که میگه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند مثال هر کسی که سه دختر داشته باشه میگه و در برابر آنها میگه صبر کننده و موافق درآمدش آنها را بپوشاند از آتش دوزخ پناه خواهدش بود. فهمیدین مقصد؟ سه دختر که امیدوار میگه خوشرو میخرونه میپوشونشون مقصد طبق درآمدش مقصد دخترای با تربیه و کرامتشون میکنه. گفتی گفت روز قیامت اینها مثال همچون بگیم یک زشیت برای پدرش میشن مادرش میشن در جهنم بگیم نه در روز قیامت. به همین خاطر خوش به حال همون پدر مادری که دختر داره صاحب دختر هستن دورای پیش خیلی دخترها را بعد میدیدن یک دورای جاهلیت بود پیش از اسلام دخترها را زنده و زنده در کدام خانه که دختر تولد میشد میبردن گور میکردن شما سبحان الله. بزرگی پیامبر مونایی که اومد مثال قدر زنها